قضیه زمین تخت گرایان خیلی داره وسعتش زیاد میشه، یعنی هر روز هی داره مطالبشون بیشتر میشه و هی حرفایی که میزنن و استدلالایی که میارن هی داره بیشتر میشه و اصلا من نمیفهمم این همه وقت گذاشتن و دلیل و برهان آوردن برای اینکه بگیم مثلا حالا ناسا دروغ میگه یا اصلا سازمان های جهانی، این همه دانشمند توی دنیا دارن دروغ میگن دسته جمعی با هم و متوجه نمیشم. و اصلا فرض میگیرم الان بیان به ما بگن زمین تخته، اوکی آقا زمین تخته، هیچ اتفاقی نمیفته، نه جای فصل عوض میشه، نه جای روزا عوض میشه، نه جای خورشید و ماه تغییر میکنه، هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. تا اگر هم اثبات بشه زمین تخته پس بهتر تمامش بکنیم، چون هیچ تأثیری تو زندگی ما نداره. کاملا یک موضوع بیهوده است، خیلی بیهوده است. آقا زمین تخته.